بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. بنده امید افشاری هستم، مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهر قزوین. انشالله در این ویدیو با هم دیگه مباحث ساختار اتم، کوانتومی بودن انرژی، اتم‌های برانگیخته و همچنین پرتوهای نشر شده رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. خب توی ساختار اتم طبق نظریه مدل بور اعتقادمون بر اینه که ما یک هسته داریم که پروتون ها و نوترون ها درون این هسته هستن و الکترون ها در مدارهای دایره‌ای شکل به دور این هسته دارن میچرخن. خب این مدارهای دایره‌ای شکل رو با n شماره گذاری میکنیم و بهش اصطلاحاً عدد کوانتومی اصلی میگیم. پس من شماره گذاری میکنم از سمت هسته به سمت بیرون، گفتیم به اینها میگیم عدد کوانتومی اصلی و اون رو با n نمایش میدیم و از n مساوی 1 شماره گذاری رو شروع میکنیم تا n مساوی با 7. خب ما میدونیم که داد و ستد انرژی بین این الکترون ها حتما باید به صورت کوانتومی باشه. یعنی چی؟ کوانتوم یعنی قطعه قطعه، یعنی بسته بسته. یعنی وقتی الکترون میخواد داد و ستد انرژی داشته باشه، یعنی از یک لایه به لایه بالاتر یا برعکس از لایه های بالاتر به لایه های پایین تر بیاد، حتما باید دارای یک مقدار انرژی کافی و معین باشه. خب خوب دقت کنید بچه‌ها، ما وقتی میخوایم انرژی بدیم به الکترون که میدونید ما هم میتونیم به صورت گرما و هم میتونیم به صورت نور به الکترون انرژی وارد بکنیم. پس وقتی من به کمک نور و گرما انرژی وارد کردم به الکترون انرژیش زیاد میشه و شروع میکنه به لایه‌های بالاتر رفتن. و از اونجایی که میدونیم انرژی با پایداری رابطه عکس داره، وقتی انرژی الکترون من زیاد شده متاسفانه پایداریش کم میشه که اصطلاحاً بهش میگن حالت برانگیخته. چون تو حالت برانگیخته اتم انرژیش زیاده ولی پایداریش کمه، دوست داره این انرژی خودش رو آزاد بکنه و دوباره به حالت پایدار خودش برگرده که اصطلاحاً بهش میگن حالت پایه. که وقتی این الکترون ها از لایه های بالاتر به لایه های پایین تر میان، این انرژی رو معمولاً میتونن به صورت نشر نور نشون بدن. یعنی پرتوهای نشر شده یکی از حالتهایی هستن که الکترون ها میتونن انرژی خودشون رو به صورت نشر نور آزاد بکنن. حالا حرف اینه، آیا همه پرتوهای نشر شده رو ما میتونیم ببینیم؟ یعنی همشون تو ناحیه مرئی ما هستن یا نه؟ خب اینجا نکته وجود داره، میگیم فقط پرتوهای نشر شده ای که از لایه های بالاتر به لایه n مساویه با 2 ختم بشن در ناحیه مرئی ما قرار میگیرن و من میتونم اون رو با چشم ببینم. پس انتقالاتی که 1 نشری باشند و 2 به لایه n مساویه با 2 ختم بشن برای من در ناحیه مرئی قرار میگیرن و من میتونم خیلی راحت اونها رو ببینم. حالا بر همین اساس میتونیم حتی رنگ پرتوهای نشر شده رو هم تشخیص بدیم. مثلا تو اتم هیدروژن میگیم اگر انتقالات من از لایه 6 به 2 5 به 2 4 به 2 و 3 به 2 باشه، من میتونم به رنگ‌های متفاوتی ببینم. خب بچه‌ها حالا رنگاش به چه صورتیه؟ اگر از لایه 6 به 2 نشر بکنه من اون رو به رنگ بنفش میبینم. اگر از لایه 5 به 2 باشه من اون رو به رنگ نیلی میبینم. اگر از لایه 4 به 2 باشه من اون رو به رنگ آبی و اگر از لایه 3 به 2 باشه من اون رو به رنگ قرمز میبینم. حالا وقتشه که یه اشاره‌ای هم بکنیم
به این که طول موج با انرژی رابطه عکس داره. یعنی همونطور که ما گفتیم وقتی از لایه ششم به لایه دوم میاد و انرژیش زیاده و من اون رو به رنگ بنفش میبینم، پس باید کوتاه‌ترین طول موج رو داشته باشه که کتاب عدد 410 رو برای این انتقال در نظر گرفته. بعدش که گفتیم از لایه 5 به 2 به رنگ نیلیه که طول موجش میشه 434. بعدش که لایه 4 به 2 باشه به رنگ آبیه، طول موجش میشه 486. و آخرین انتقال ما یعنی از لایه سوم به لایه دومه که به رنگ قرمز دیده میشه و بلندترین طول موج ما یعنی 656 نانومتر رو شامل میشه.